درآمد از حساب پسندازهای بانک 208,000 تومانی. مسئولان تاجیک سوغورتا گفتند که دوامی سال گذشته به این کارخانه دولتی بیشتر از 30 میلیون سومانی مبلغ وارد شده است. هرچند فعالیت یک ساله این کارخانه مثبت ارزیابی می شود، رهبریت آن از دولتی ماندن آن چندان خوشبین نیستند. با ارسال یک نامه از حکومت خواستند تاجیک سوغورتا شکلش را عوض کند. در نظر است آینده این کارخانه دولتی یک شرکت سهامی شود. از این خاطر سال گذشته در نتیجه که با شرکت‌های غیر دولتی اجازه نامه داده شد، حجم کارها از روی نمودهای سوغورتای حتمی با ما کم گردید و این یک تاثیر خود را با ما کمی رسانید. ما به خاطری که در آینده، در سالهای آینده پیشگیری کنیم که مثلا کارمندان ما، مقدار کارمندای ما کم نشود یا اندازبندی با بودجه کم نشود یا خود تاجیک سوغورتا برهم نخورد، ما لازم شماریدیم که شکل تشکیلی اقتصاد کمی دیگرگون کرده شود. با زیاد شدن شرکت‌های سوغورتاوی غیر دولتی به نظر می رسد که تاجیک سوغورتا در بازار بیمه رقابت پذیری خود را تا جای از دست داده است. یکی از بزرگترین شرکتی که به مسافران بیمه حتمی میداد تاجیک ایر بود که آن هم در پی بحث‌های مالی از خدمت رسانی این شرکت دولتی دست کشید. از شرکت‌های مسافرکشانی تنها راه آهن از این بیمه دولتی استفاده می‌برد. مسئولان هم اعتراف میکنند که حصه این شرکت دولتی در بازار بیمه کم شده است. در سالهای پیشین ما زیاده از 50% بازار سوغورتا به تاجیکستان بود تا سال 2016 و حقگزاری جبران ضرر باشد تا 90% حقگزاری جبران به حصه تاجیکستان تشکیل میداد، ولی در سال 2012 این حصه کم شده است. تاجیک سوغورتا حالا از روی دو شکل سوغورتای حتمی و اختیاری فعالیت میکند. تا سال قبل این کارخانه یگانه شرکتی بود که سوغورتای حتمی داشت. از جمله همه واسطه های نقلیات، حیات خدمتچیان دولتی، حربی، وکیلان خلق و پرزیدنت بیمه حتمی میشوند. پرداخت مبلغ سوغورتای اختیاری برای خانه و انشاءات 2% ارزش اصلی و برای واسطه نقلیات 3% آن را تشکیل می کند. از همه بیشتر راننده ها که واسطه نقلیاتشان سوغورتای حتمی می شود به این نهاد مراجعت می کنند. هرچند مسئولان می گویند وابسته به مبلغ پرداخته هر نفر ضرر را جبران می کنند، ساکنان می گویند روند گرفتن آن مبلغ تا جای مشکل است. شادمان یتیم، اسکندر فیروز، آزادی دوشنبه.